تاجیکستان. وطن مهر تو ما را قهرمان کرد. شکوه ما بلند چون آسمان کرد. هدایت های پیشوای معظم تو و ما را برادر مهربان کرد. با ورزش و جسارت تاجیکان را عزیزی آسیا و این جهان کرد. السلام علیکم مهمانان عالی قدر، حاضرین گرامی، مسئولین ساحه ورزش و ورزشگران و پرچمبرداران موفق و سربلند تاجیک، تشریف شما را به چاره‌بینی با شکوه امروزه مراسم جایزه سپاری ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 که با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش از حکومت جمهوری تاجیکستان دایر گردیده ایستاده است خیر مقدم میگوییم و این لحظه برای سخن افتتاحی تبریکاتی چاره‌بینی امروزه و سپاریدن مکافات پولی به غالبان و جایزه‌داران مسابقه های بین المللی ورزشی و مربیان آنها
به صحنه یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانعلی و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد را با کمال احترام دعوت می نماییم. مرحبا. با توجه دویمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوام سالهای استقلالیت دولتی ساحه تربیت جسمانی و ورزش نیز در قطار دیگر ساحه‌های مهم دولتداری با مرام رشد کرده ایستاده است. در واقع ساحه مذکور یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی حکومت کشور به حساب رفته، آن محض به خاطر تأمین عمومیت ورزش، تحکیم طرز حیاتی سالم، مساعدت نمودن به آماده‌کنی ورزشگران کسبی تاجیک برای اشتراک در مسابقه‌های با نفوذ سطح بین‌المللی به حساب می‌رود. همزمان با در نظر داشت آموزش تجربه دولت‌های پیشرفته دنیا، حکومت کشور بر رشد نمودهای ورزش المپی توجه خاصه ظاهر کرده. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 اپریل سال 2023 سند داخلدار را قبول نمود که طبق آن با غالبان و جایزه‌داران بازی‌های المپی، پارالمپی و سورلمپی من بعد استیپندیای مادی ماهانه یکم را معین کرده می‌شود. می‌خواهم یادآور شوم که دستگیری و غمخواری دیگر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان این به تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سنه 9 январи سال 2015 درباره جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی میباشد. در دایره سند مذکور امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از سنه 31 январи سال 2024 اوید به قدرشناسی 68 نفر غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی و مربیان آنها به تصویب رسید که حجم عمومی مکافات پولی‌ها بیش از 1,462,000 سومانی را تشکیل می‌کند. من فکر می‌کنم هم تعداداً هم از لحاظ مبلغ این در طول قریب 8 ساله که این نمود مکافات پولی داده می‌شود، یعنی این رقم رکوردی است. دستاوردهایی که سال 2023 داشتیم این همه به قول شأن و شرف و اعتباری که هم خود شما صاحب شدید هم برای ملت اهدا کردید، برای همه ما و شما مبارک باشد. سلامت و سربلند باشید. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد داده می شود. مرحبا. طور معلوم است طی سالهای اخیر تبلیغ و تشویق طرز حیات سالم، راه اندازی نمودن تدبیرهای مقصدناک و پیوسته بهر مشغول شدن نورسان جوانان به ورزش کسبی به این خاطر مهیا نمودن شرایط سازگار انفراساختار تشکیلی زیر توجه دائمی سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته در اولویت فعالیت و افضلیت سیاست دولت و حکومت مملکت قرار دارد. در اصل ساحه تربیت جسمانی و ورزش در رشد و نموی هر دولت و ملت مهم بوده. فعالیت در این ساحه برای هر یکی ما و شما دلیری و مردانگی، هوشیاری و زیرکی، پاکی و آزادگی و صداقتمندی به ملت و وطن را تقاضا می نماید. با افتخار می توان ذکر نمود که امروزها ورزشگران تاجیک در قطار هزاران شهروندان با ننگ و ناموس تاجیکستان در این ساحه خدمت‌های شایسته نموده ایستادند که بهر بلند گردانیدن نفوذ اعتبار و شرف وطن محبوبمان سهم ارزنده خود را به طور ضروری می‌گذارند. این است که امروز ورزشگران تاجیک با دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه دائمی پدرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مسابقه‌های سطح بین‌المللی ورزشی اشتراک نموده برای باز هم بلند برداشتن پرچم دولتی
тоҷикистони маҳбубамон талош меварзанд. дар охир ҳамаи он нафароне ки барои гирифтани ҷоизаҳо ба ин чорабинӣ даъват шуданд, табрику таҳният намуда барору муваффақият таманно менамоям. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. و در این لحظه های بسیار فرح بخش از یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانعلی و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد خواهش می نماییم که مکافات های پولی را به 68 نفر غالبان و جایزه داران مسابقه های سطح بین المللی ورزشی و مربیان آنها در سال 2023 تقدیم نمایند. болтаев давлат сазовори ҷои якум дар бозиҳои осиёи ҳангҷоу 2022 оид ба бокс мукофотпулӣ дар ҳаҷми 120 000 сомонӣ ва ба мураббӣ дар ҳаҷми 30 000 сомонӣ қадрдонӣ карда мешавад. با در نظر داشته در مسابقه های سطحی بین المللی اشتراک نمودن بالتاев دولت مکافات پولی را استادش میگیرد. مرحبا دوستان عزیز، کف میکوبیم به خاطر این ورزشگران، به خاطر این نامآوران پهلوانان کشور. مبارک باشد. و محمد بیکوف سامان سزاوار جای یکم در بازی های آسیایی هنگژو 2022 آید به گشتنی جدا مکافات پولی در حجم 120 000 سامانی و به مربی در حجم 30 000 سامانی مکافات پولی تقدیم کرده می شود. مرحبا، مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. خرسک میزنیم دوستان عزیز. مبارک باشد. دوستان عزیز همه یک جا دستگیری می نماییم. رحیموف تیمور سزاوار جای دوم در بازی های آسیایی هنگژو 2022 آید به گشتنی جدا مکافات پولی در حجم 80 000 سامانی و به مربی 20 000 سامانی تقدیم کرده می شود. مرحبا. مبارک باشد. دوستان کفکوبی میزنیم، دستگیری میکنیم. مبارک باشد. مبارک و فرخنده باشد. عثمانوف بهادر سزاوار جای سیوم در چمپیونات جهان آید به باکس مکافات پولی در حجم 80 000 سامانی و به مربی 20 000 سامانی قدردانی کرده می شود. کودیف عبدالمجید سزاوار جای یکم در چمپیونات آسیا آید به گشتنی طرز آزاد مکافات پولی در حجم 60 000 سامانی و به مربی 15 000 سامانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد.
مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز، کمکوبی های شما. خواجه‌زاده بهروز سزاوار جای سیوم در بازی های آسیای هنگژو 2022 آید به گشتنی جدا مکافات پولی در حجم 40,000 سومانی و به مربی 10,000 سومانی سپاریده می شود. احسن، مبارک باشد. صمد و میچگانه سزاوار جای سیوم در بازی های آسیایی هنگژو 2022 آید به باکس مکافات پولی در حجم 40,000 سومانی و به مربی 10,000 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. احسن به ورزشگر بانوان تاجیک که در قطار مردان امروز نام تاجیکستانی عزیز را در عرصه جهان معرفی می نماید. مبارک باشد. مرادزاده خیراندیش سزاوار جای سیوم در بازی های آسیایی هنگژو 2022 آید به گشتن کورش مکافات پولی در حجم 40,000 سومانی و به مربی 10,000 سومانی سپاریده می شود. مبارک باشد. به خاطر زحمت و مهنت های شبانه روزی این ورزشگران یک کف بلند میکوبیم دوستان عزیز. نظرف حق نظر سزاوار جای سیوم در بازی های آسیایی هنگژو 2022 به گشتن کورش مکافات پولی در حجم 40,000 سومانی و به مربی 10,000 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. مبارک باشد. دمینوف شهریار سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آید به قایقرانی مکافات پولی در حجم 40,000 سومانی و به مربی 10,000 سومانی سپاریده می شود. احسن، مبارک باشد. مبارک باشد. احمدوف مصطفی سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آید به گشتن طرزی آزاد مکافات پولی در حجم 40,000 سومانی و به مربی در حجم 10,000 سومانی قدردانی کرده می شود. مبارک باشد. مبارک باشد. رجبوف محمدی و رستموف عمر سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به قایقرانی در هیئت دستوی مکافات پولی در حجم 10,000 سومانی به هر یک عضو دسته و مربی 5,000 سومانی سپاریده می شود. مبارک باشد. تبریک میگویم. احسن. باباجانوف امیرجان و باباجانوف باباجان سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به قایقرانی در هیئت دستوی مکافات پولی در حجم 10,000 سومانی به هر یک عضو دسته
و به مربی 5000 سامانی تقدیم کرده می شود. مرحبا. مبارک باشد. یک دیگر رو دستگیری میکنیم دوستان عزیز. کفکوبی های شما. رستموف عمر، باباجانوف امیرجان، باباجانوف باباجان و ارگشوف جواهیر سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید با قایقرانی در هیئت دستوی. مکافات پولی در حجم 5000 سامانی به هر یک عضو دسته و به مربی 5000 سامانی قدردانی کرده می شود. مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. خرسک میزنیم. میرزازاده محمد رضا، میرزازاده میر سعید، پرژنکو لیونید و پرژنکو کریستینا سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به ورزش سبک در هیئت دستوی. مکافات پولی در حجم 5000 سامانی به هر یک ورزشگر و به مربی نیز 5000 سامانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. اما یک جا دستگیری میکنیم دوستان عزیز. مبارک باشد. احسن آفرین ها میخونیم. میرزا رجب فیروز سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به گوشتین یونانی رومی. مکافات پولی در حجم 20000 سامانی و به مربی 5000 سامانی سپاریده می شود. مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. کفکوبی های شما. بالتایف عبدالملیک سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به باکس. مکافات پولی در حجم 20000 سامانی و به مربی 5000 سامانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. با افتخاری پرچم برداران وطن خرسک میزنیم دوستان عزیز. مبارک باشد. محکموف داوود سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به باکس. مکافات پولی در حجم 20000 سامانی و به مربی 5000 سامانی قدر کرده می شود. Салимова Гузал, Гостеева Снежана, Пирназарова Зумрат و Пирназарова Комила سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به قایقرانی در هیئت دستوی. مکافات پولی در حجم 5000 سامانی به هر یک عضو دسته و به مربی نیز 5000 سامانی مکافات پولی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد.
مبارک باشد. به خاطر این گل دخترها خرسک میزنیم دوستانی عزیز. احسن آفرین. خیطوف شهباز سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به باکس. مکافات پولی در حجم 20,000 سومانی و به مربی 5,000 سومانی سپرده می شود. مبارک باشد. احسن. شریف ابوبکر سزاوار جای سیوم در چمپیونات جهان آید به جودو بین جوانان. مکافات پولی در حجم 20,000 سومانی و به مربی 5,000 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. سلیم و گوزل گسیه و سنجانه اگوتنکو اناره و مومینا و صافیه سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به قایقرانی در هیئت دستوی بین جوانان. مکافات پولی در حجم 1250 سومانی به هر یک عضو دسته و به مربی 1250 سومانی سپرده می شود. مبارک باشد. شکروف شهرت، شکروف کامران، شریف فردوس و صابروف جمال الدین سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا به قایقرانی در هیئت دستوی بین جوانان. مکافات پولی در حجم 1250 سومانی به هر یک عضو دسته و به مربی نیز مکافات پولی در حجم 1250 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. مبارک باشد. رجبوف امید جان سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به جودو بین جوانان. مکافات پولی در حجم 5,000 سومانی و به مربی 1250 سومانی سپرده می شود. عبدالله و فریناز سزاوار جای دوم در چمپیونات جهان آید به باکس بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 30,000 سومانی و به مربی 7,500 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. احسن آفرین گیم به این گل دختر تاجیک. میدانی چی ساربان، من از آن میفخرم که امروز در قطار مردان بانوان نیز شجاعت و مردانگی نشان داده در همه گونه مسابقه های سطح بین المللی اشتراک میکنند و نامبردار تاجیکستان عزیز هستند. بابا کلانوف یاسین سزاوار جای سیوم در چمپیونات جهان آید به جودو بین نورسان و جوانان.
مکافات پولی در حجم 20,000 سامانی و به مربی در حجم 5,000 سامانی سپاریده می شود. مبارک باشد. کفگوی های شما دوستان عزیز دستگیری میکنیم. قطب‌الدین فلایق سزاوار جای یکم در چمپیونات آسیا آید به جودو بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 15,000 سامانی و به مربی 3,750 سامانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. بابا کلانوف یاسین سزاوار جای یکم در چمپیونات آسیا آید به جودو بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 15,000 سامانی و به مربی 3,750 سامانی سپاریده می شود. اوتایف دمیر سزاوار جای یکم در چمپیونات آسیا آید به گوشتین یونانی رومی بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 15,000 سامانی و به مربی 3,750 سامانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. روزیمادوف علیشیر سزاوار جای یکم در چمپیونات آسیا آید به گوشتین یونان و رومی بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 15,000 سامانی و به مربی 3,750 سامانی سپاریده می شود. مبارک باشد. کفگویی میزنیم دوستان عزیز. رجبوف محمدی سزاوار جای یکم در چمپیونات آسیا آید به قایقرانی بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 15,000 سامانی و به مربی 3,750 سامانی تقدیم می شود. مبارک باشد. اسداللهف محیدین سزاوار جای یکم در چمپیونات آسیا آید به جودو بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 15,000 سامانی و به مربی 3,750 سامانی سپاریده می شود. مومین و اهلیه سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آید به جودو بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 10,000 سامانی و به مربی 2,500 سامانی تقدیم می شود. مبارک باشد. رحیموف عمر سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آید به گوشتین طرزی آزاد بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 10,000 سامانی و به مربی 2,500 سامانی سپاریده می شود. شریف ابوبکر سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آید به جودو بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 10,000 سامانی و به مربی 2,500 سامانی سپاریده می شود. مبارک باشد. غفوروف ابوبکر سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به باکس بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 5,000 سامانی و به مربی 1,250 سامانی سپاریده می شود. مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. همزمان مکافات پولی به عبداللهف محمد امین سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به گوشتین طرزی آزاد بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 5,000 سامانی و به مربی 1,250 سامانی تقدیم کرده می شود.
مبارک باشد. بهراموف علیرضا سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به گوشتن طرز آزاد بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی تقدیم کرده می شود. همزمان به بابایف شاه جهان سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به گشتن یونان و رومی بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. دوستان عزیز دستگیری می نماییم. مبارک باشد. عابدوف امیرجان سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به گوشتن یونان و رومی بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی در حجم 1250 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. کمالوف جهانگیر سزاوار جای دوم در چمپیونات آسیا آید به باکس بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 10000 سومانی و به مربی 2500 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. موسایف سنت الله سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به گوشتن جدا بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی سپاریده می شود. عبدالجلیل زاده محمد جان سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به گشتن جدا بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. نگارای امیرخان سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به ورزش سبک بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی تقدیم کرده می شود. صوفی جانوف میراج سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به باکس بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی سپاریده می شود. مبارک باشد. دستگیری های شما دوستان عزیز. مبارک باشد. مومینوف منصور خوجه سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به باکس بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی سپاریده می شود. مبارک باشد. حتموف بهرامبek سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا آید به باکس بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی تقدیم کرده می شود. مرحبا. مبارک باشد. عبدالله و فریناس سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به باکس بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سومانی و به مربی 1250 سومانی سپاریده می شود.
اعظمزاده مینا سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به باکس بین نورسان و جوانان. مکافات پولی در حجم 5000 سامانی و به مربی 1250 سامانی سپاریده می شود. مبارک باشد. احسانوف بیلال جان سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به باکس بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سامانی و به مربی 1250 سامانی سپاریده می شود. قاسیموف زیارت شاه سزاوار جای سیوم در چمپیونات آسیا اوید به باکس بین نورسان و جوانان مکافات پولی در حجم 5000 سامانی و به مربی 1250 سامانی تقدیم کرده می شود. مبارک باشد. اما یک جا کفکوی میزنیم بهر این ورزشگران پرچمبردار ملت. مبارک باشد. حاضرین گرامی، همزمان از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون جایزه ورزشگر بهترین سال، مربی بهترین سال، مکتب ورزشی بهترین سال، بهترین فدراسیون ورزشی سال، بهترین انشاءات ورزشی سال، بهترین شهر ورزشی سال، بهترین وسایط اخبار عامه در ساحه تربیت جسمانی و ورزش، بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش، شارح بهترین ساحه ورزش، ورزشگر جوان بهترین و ورزشگر نورس بهترین در سال 2023 اعلان نمود که بهترین ها معین کرده شده در مراسم جنبسته چهاربینی امروزه قدردانی می‌گردند. وینک بهترین ورزشگر بین کلانسالان از روی نمود المپی ورزش در سال 2023 غالب جای یکم در بازی‌های آسیایی هنگژو 2022 دارنده مدال طلایی گرند سلام 2023 و غالب جای یکم گرند پری اوید به جودو محمد بیکوف سامان. مبارک باشد. مبارک باشد. بهترین ورزشگر بین کلانسالان از روی نمود المپی ورزشی در سال 2023 غالب جای سیوم در چمپیونات جهان اوید به باکس عثمانوف بهادر. دستگیری میکنیم دوستان عزیز کفکوی های شما. بهترین ورزشگر بین کلانسالان از روی نمود المپی ورزش در سال 2023 غالب جای یکم در بازی های آسیایی هنگژو 2022 اوید به باکس ولتایف دولت. مبارک باشد. بهترین ورزشگر بین کلانسالان از روی نمود المپی ورزش در سال 2023 غالب جای دوم در بازی‌های آسیایی هنگژو 2022 و غالب جای دوم مسابقه بین المللی نهایی مستر 2022 اوید به جودو رحیموف تیمور. احسن، مبارک باشد. کفکوبی میزنیم دوستان عزیز. بهترین ورزشگر بین جوانان از روی نمود المپی ورزش در سال 2023 غالب جای سیوم در چمپیونات جهان میان جوانان و جای دوم در چمپیونات آسیا اوید به جودو ابوبکر شیروف. مبارک باشد.
بهترین ورزشگر بین بانوان در سال 2023 غالب جای سیوم در بازی‌های آسیای هنگژو 2022 اوید با باکس صمد و میجگانه. مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. وینک بهترین دسته ورزشی در سال 2023 جهت راه یافتن به مرحله 4 یک نهایی جام آسیا 2024 دستاورد مذکور بار نخست در تاریخ فوتبال کشور تیم ملی فوتبال تاجیکستان. مبارک باشد. احسن آفرین. مبارک باشد. کفکوبی های ارزنده بزنیم به این جوانان. مبارک باشد. بهترین فدراسیون ورزشی از نماد المپیک در سال 2023 فدراسیون فوتبال تاجیکستان. مبارک باشد. بهترین فدراسیون ورزشی از نماد المپی در سال 2023 فدراسیون جودوی تاجیکستان. مبارک باشد. مبارک باشد. بهترین فدراسیون ورزشی از نماد المپی در سال 2023 فدراسیون باکس تاجیکستان. بهترین فدراسیون ورزشی از نماد غیر المپی در سال 2023 فدراسیون صنعت محاربه آمیخته تاجیکستان تجمع. مبارک باشد. مبارک باشد. در مدت خیلی کوتاه این فدراسیون توانست تاجیکستان را در عرصه جهان معرفی سازد و ورزشکاران این فدراسیون در بهترین مسابقه ها سزاوار جای گشتند. بهترین شهر ورزشی در سال 2023 نصیب شهر دوشنبه گردید. مبارک باشد. کفکوبی میزنیم دوستان عزیز. بهترین شهر ورزشی در سال 2023 مربی بهترین در سال 2023 مربی جمهوری تاجیکستان اوید به باکس میرزا شمسیف. مبارک باشد. احسن آفرین. مربی بهترین در سال 2023 مربی جمهوری تاجیکستان اوید به جدا محمد بیک فاتح. مبارک باشد. همزمان مربی بهترین در سال 2023 مربی جمهوری تاجیکستان اوید به باکس علی باباجانوف. مبارک باشد. کفکوبی های شما دوستان عزیز دستگیری میکنیم. مربی بهترین در سال 2023 مربی جمهوری تاجیکستان اوید به جدا
عبدالرحمانов سهراب. مبارک باشد. مبارک باشد. بهترین انشاءات ورزشی در سال 2023 مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه. مبارک باشد. مبارک باشد. بهترین مکتب ورزشی در سال 2023 مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی عاید به بازی‌های دستوی. دستگیری می‌کنیم دوستان عزیز، کفکوبی‌های شما. از روی نامیناسیون ورزشگر نورس بهترین در سال 2023 غالب جای سیوم در چمپیونات جهان و غالب جای یکم در چمپیونات آسیا عاید به جودو یاسین بابا کلانوف. مبارک باشد. مبارک باشد. به خاطر یاسین جان کف میکوبیم. ورزشگر نورس بهترین در سال 2023 عبدالله و فریناس غالب جای دوم در چمپیونات جهان و غالب جای سیوم در چمپیونات آسیا عاید به باکس. مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. ورزشگر نورس بهترین در سال 2023 غالب جای یکم در چمپیونات کسبی جهان عاید به جیوجیتسو سامان ترسونزاده. مبارک باشد. احسن. کف میکوبیم. نامیناسیون ورزشگر جوان بهترین بین معیوبان در سال 2023 ورزشگر جوان بهترین بین معیوبان در سال 2023 غالب جای یکم در بازی‌های عمومی جهانی برلین 2023 عاید به ورزش سبک دویدن به مسافه 200 متر اماموف عبدالحمید. مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. کفکوبی های شما. نیسارا سفرова ورزشگر جوانی بهترین بین معیوبان در سال 2023 غالب جای یکم در بازی های عمومی جهانی برلین 2023 عاید به تنیس روی میز. مبارک باشد. دستگیری بکنید دوستان عزیز. ورزشگر جوان بهترین بین ورزشگران امکاناتشان محدود در سال 2023 احمد فتحیدین غالب جای یکم در جام جهان بین نورسان و جوانان عاید به وزن برداری. مبارک باشد. ورزشگر جوانی بهترین
همزمان نامیناسیون بهترین مؤسسه ترغیبگری ساحه ورزش در سال 2023. بهترین مؤسسه ترغیبگری ساحه ورزش در سال 2023 مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش. مبارک باشد. مبارک باشد. بهترین مؤسسه ترغیبگری ساحه ورزش در سال 2023 روزنامه جوانان تاجیکستان. مبارک باشد. احسن. کفکوبی های شما دوستان عزیز. مبارک باشد. بهترین مؤسسه ترغیبگری ساحه ورزش در سال 2023 اجنسی ملی اطلاعاتی خاور. مبارک باشد. نامیناسیون بهترین شارح ورزشی در سال 2023 غنیزاده یوسف، سرمحرر اداره برنامه‌های جوانی ورزش تلویزیونی تاجیکستان. احسن. مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. کفکوبی های شما. مبارک باشد. همزمان بهترین شارح ورزش در سال 2023 میسایف ساربان از مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش. مبارک باشد. احسن. تبریک میگویم. مبارک باشد. مبارک باشد. بهترین شارح ورزشی در سال 2023 پرویز محمد امین، کارمند مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. کفکوبی های شما. نامیناسیون بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه راشد قلعه. مبارک باشد. مبارک باشد. بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ورزشی اوید به والیبال ناحیه بابا جبار رسولو. مبارک باشد. بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه میر سید علی حمدانی. مبارک باشد. همزمان بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه یاوان. مبارک باشد. همزمان بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه نورآباد. مبارک باشد. همزمان بهترین ساختار محلی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه فیض‌آباد.
اینک نامیناسیون ورزشکار بهترین میان سابقه‌داران در سال 2023. غالب جای دوم در چمپیونات جهان بین سابقه‌داران آید به جودو نبی محمد خارکشف. مبارک باشد. غالب جای دوم در چمپیونات جهان بین سابقه‌داران آید به جودو مقصد شاه بردیف. غالب جای یکم در چمپیونات جهان بین سابقه‌داران آید به جودو خیرالله نظریف. مبارک باشد. غالب جای سیون در چمپیونات جهان بین سابقه‌داران آید به جودو سبزعلیف بهروز. رکوردگذار 62 ساله تاجیک در عرصه بین المللی از روی نمودی بالافشاری پرس 2100 مراتبه در 1 ساعت و 40 دقیقه سرشا قوتов. مبارک باشد. کف میکوبیم. دستگیر میکنیم دوستان عزیز. نامیناسیون بهترین کارمند ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2023 شاهرخ سلیخوف سرمتخصص سر ریاست تربیت جسمانی و انکشاف ورزش. باباخان سید عمرزاده سرمتخصص ریاست تربیت جسمانی و انکشاف ورزشی دستگاه مرکزی کمیته. مبارک باشد. کفکوبی های شما دوستان عزیز. قربانزاده قربان سرمتخصص شعبه کار با دسته های منتخب. مبارک باشد. سید جلال سیدزاده مدیر بخش ورزش ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه. مبارک باشد. دستگیری میکنیم دوستان عزیز. کفکوبی های شما. سید جلال سیدزاده مدیر بخش ورزش ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه. سید حسین مدیر بخش ورزش ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلات. سنت الله احمدov سرمتخصص شعبه کار با دسته های منتخب دستگاه مرکزی کمیته. مبارک باشد. مبارک باشد. همزمان با یک چند وزارت و اداره ها که در سال 2023 در رشد ساحه سهم سازگار گذاشته در چرابینی های عمومی ورزشی و سالم گردانی اشتراک فعال نمودند با دیپلم و تحفه های خاطروی قدرشناسی می‌گردد. وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان. مبارک باشد.
агентии хариди давлатии мол кор ва хизматрасонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. муборак бошад. ҳамзамон диплом ба маркази хизматрасонии дунёи ош. муборак бошад. ҳамзамон диплом ба бобураҷабов сино тақдим карда мешавад.